استان گیلان و شهر رشت تو خیلی چیزا جز اولین ها هستن. حالا میخوایم تو این ویدیو ببینیم این اولین ها چیه. گیلانی ها جز اولین ایرانی هایی بودن که به دختراشون اجازه رفتن به مدرسه و تحصیل رو دادن. اولین داروخانه شبانه روزی ایران یعنی داروخانه کارون توسط آرسن میداسیان در استان گیلان و شهر رشت افتتاح شد. اولین اتوبوس وارد شده به ایران توسط یک تاجر بلژیکی در شهر رشت به کار گرفته شد. اولین تئاتر ایران به شکل کلاسیک در سالن در شهر رشت شروع به کار کرد. اولین خانه معلولین و سالمندان ایران در رشت توسط آرسن میداسیان افتتاح شد. اولین کتابخانه ملی ایران در سال 1313 در شهر رشت افتتاح شد. میدان شهرداری رشت اولین میدان شهرداری ایران که در دوره پهلوی در استان گیلان احداث شد و همچنین اولین شعبه بانکی ایران یعنی بانک سپه در سال 1304 در شهر رشت افتتاح شد. اگر مطالب بیشتری خواهید از استان گیلان ببینید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید.